دوستان عزیز، همیشه سعی کنید دوناتون بشورید. من توی دونام از گندم، ذرت، قرماش، تخم جارو و ماش استفاده میکنم. گندم رو هیچ موقع حذف نکنید، سعی کنید نصف دوناتون گندم باشه، بقیه‌اش مخلوط باشه. توی زمستون ذرت رو اصلا حذف نکنید، ذرت تبش گرمه. همیشه دوناتون رو بشورید. با تشکر. این دونایی است که من شستم، هنوز هم دون مونده، خیلی مونده.